زن لشه با چنگیزم منو چرا داشت کوچیکش اصلا پشه اتیش کردیم موتور رو شاگردم بستیم کلم شدیم سیلور استالانه هر به یه نمو سفرگر رو دوتا موتور ویراژ میدادیم تو محل در به در ساقی بودیم سیگاری بگیریم منتلا کردیم چه کردیم خب چه کنیم اشغالاتی این پا اینو نگاه کنیم میبینی که زیر پتی رو بیکاری و بیپولی زاقی ماشین زدی تا صاحبش بیاده شد آروم سراغش اومدی از رو گرسنگی بودش که تو یه چشم به هم زدن باز کردیم ضبط و باندش و پولش رو زدیم به بدن تو گفتیم بریم هواخوری بعد سیخ و چیلینی و بخوری و دواخوری سلامتی مجون زدیم رفت اونجا که غم نباشه شمه جا مسندشن لیکنه یعنی کمی باشه یه با اسی پیچید جلوی بچه ایونه با لحن کامبیزی یارو گفتش به ما خودی بونه اسی گفتش جواب بدی کامبیزه اینجا خیلیه چاکل نکن بعضیاشون قده داد تو تریدین گفتم کامین نناز بشی نشکنه اون لنگوا اینجا پر نامحرمه دور تو بکشو پا پاره اشتلات توی کوچه ها همه علافن گل تاراچه ها قبلات بازی افتاده توی بچه ها میدید چی خوبه چی بده تا حالا بچه تو جو به پوست خربوزه گاز زده هیچ وقت شده بوی کباب همسایه تو خونتون ببین چه با بچت بگه هی داشتن بابا چی آره دوستی بده اینو الاغم میدونه ولی آخه آدم توی نون شبش وا میمونه هیچ کی تو دنیا قاتل به دنیا نمیاد دوستی هم ژنتیکی نیست خب بیکاره خب کار میخواد مجرم اصل محیطه که ما رو اینجور برابر مجرم اصل فقره که ما رو توی این راهها برد ولی بازم نکرتون با مرام و اشغالاتی اگه با معرفت باشید شاکرتون زیر پاتی